لطیفه‌ای که در سال 2014 با شما نقل کردن و در خاطر شما آمده و هر لحظه‌ای که باید میاره میخندید. لطیفه‌ای که من از یک رفیقم شنیده بودم این بود که وقتی که سه مردک در یک جا می‌نشینند و آنها بحث میکنند که در کجا مردک روس، ازبک و تاجیک بحث میکنند که در کدام دولت آدم کلانسال‌ترین است و میروند مسکو میپرسند مرد جستجو میکنند یک مرد مییابند که 98 ساله با ازبکستان میروند و پرسجو میکنند میگردند که در آنجا مییابند یک مردی 90 ساله و تاجیکستان میآیند جستجو میکنند میکوبند و میکنند یک مرد رو میبینند که دویده ایستاده است مسافر کلانسال بعد میگن که ایستاد امک جان با کجا میروی شما چند ساله بعد میگه که من 112 ساله چه خاص شما سر راست ما میگه که قاطی در خانه قاطی اکام جنگ شدم پدرم جنگ میکند گریخته خانه بابام رفته. لطیفه‌ای که از سال 2014 به خاطر شما مونده است. لطیفه‌ای که هر روز افندی که هر روزش رفته زرا یک دنی گل میغلطه طرفش میفینت دیدی. Был таджик. Его отправляют в Америку, он не знал английского языка. Спрашивают у родителей, как я буду там жить, не зная языка. И отец ему говорит, закрой свой нос и будешь говорить, они тебя поймут. Он уехал в Америку, сел в такси, закрыл нос, он говорит на английском. И таксист тоже так же разговаривает. И говорит, потом говорит, пассажир говорит, ты, говорит, сам откуда? Он говорит, я с Таджикистана. А что ты, говорит, тут выпендриваешься, типа, нос закрыт со мной на английском говорит. لطیفه عجیب و خنده‌آوری که از سال 2014 به خاطر شما مونده است کدام است؟ لطیفه‌ای که افندی را میپرسند که افندی درا رفته است که در تک پایش خلیب میآید خلیب را میجخد و میگوید که خیرت نان نبوده است. یعنی یک فروشنده میشود در دست غلام خود را داشت او روز یک کاسه عسل را میبرد میگوید که یعنی که میگوید که همین عسل را این زهر را میگوید و نخرید میگوید برگشته او در دست همون بوی یعنی متریال میفروخت پس او میگوید که مالش میگوید بعد بوی میرود وقتی که او فروشنده یعنی که در غلامش میفهمد که او عسل است پس کمی متریال رو گرفته میبرد میفروشد و پس همون رفته نون میخرد از نونوای همون عسل رو با نون یعنی که پاکیزه میخورد وقتی که بوی میبیاد سراغ عسل میشود سراغ عسل رو میکند میگوید که تو چو کردی همون عسل رو میگوید زهر رو میگوید و میگوید که بوی میگوید در جسه آدمی همین چی اومد میگوید تحقیر کردن ما رو میگوید متریال رو میگوید دوزیدم بردم میگوید ما ایترسم همین زهر رو خوردم که میگوید تو وفات کنم و همین یعنی طعنه شما خلاص شدم. یک لطیفه‌ای که از سال 2014 به خاطر شما مونده است کدام است؟ افندی رو میپرسند با زنش میگه کی را تلویزیون رو بی کی فوتبال هفته زنش میرود و تز دویدن میومد میگه که مردک جو پریامای کتی فوتبال هفته ایستاده است.